به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با موضوعی بسیار جالب شروع میکنیم. مثلث برمودا چیست و کجاست و چه رازهایی در مورد این مثلث در دنیا منتشر شده است؟ مثلث برمودا بخشی از اقیانوس اطلس شمالی در شمال امریکاست که گفته می شود بیش از 50 کشتی و 20 هواپیما به طور اسرارآمیزی در آن ناپدید شدند. منطقه‌ای که مرزهای آن مورد توافق جهانی نیست. یک مثلث مبهم که توسط ساحل اقیانوس اطلس در فلوریدا، برمودا و آنتیل بزرگ مشخص می شود. لطفاً با من همراه باشید تا اسرار شگفت‌انگیزی در مورد مثلث برمودا رو برای شما بخونم. مثلث برمودا که به عنوان مثلث شیطان نیز شناخته می شود، یک افسانه محلی است که در اطراف منطقه‌ای محدود در قسمت غربی اقیانوس اطلس شمالی متمرکز شده است. جایی که گفته می شود تعدادی هواپیما و کشتی در شرایط مرموز ناپدید شدند. ایده این منطقه به عنوان منحصر به فرد و مستعد ناپدید شدن در اواسط قرن 20 مطرح شد. اما اکثر منابع معتبر این ایده را که هر گونه راز وجود دارد رد می کنند. مجاورت مثلث برمودا یکی از پرترددترین خطوط حمل و نقل دریایی در جهان است که کشتی‌ها به طور مکرر از آن عبور می‌کنند و به بندرهای قاره امریکا، اروپا و جزایر کارائیب می‌روند. کشتی‌های تفریحی به طور منظم از این منطقه می‌گذرند و هواپیماهای تجاری و خصوصی به طور منظم بر فراز آن پرواز می‌کنند. فرهنگ عامه ناپدید شدن‌های مختلفی را به ماوراءالطبیعه یا فعالیت موجودات فرازمینی نسبت داده است. اولین ادعای ناپدید شدن غیرعادی در برمودا را ادوارد ون وینکل جونز در 17 سپتامبر 1950 در مجله میامی هرالد آسوشییتد پرس ارائه داد. 2 سال بعد مجله فیت مقاله کوتاه از جورج ایکس با عنوان رمز و رازهای دریا پشت درب‌های ما هستند منتشر کرد. در این مقاله درباره از دست دادن بسیاری از هواپیماها و کشتی‌ها از جمله پرواز 19 به طور جامع صحبت شده است. در آوریل 1962 مجله لوژیون امریکایی ادعا کرد که نکته مبهمی در پرواز 19 وجود داشته است. این مجله ادعا کرد که فرمانده مأموریت گفته است ما در حال ورود به آبهای سفید هستیم و هیچ چیز خوب به نظر نمی رسد. ما نمی دانیم که در کجا هستیم. آب سبز است یا سفید. حتی شایع شد که پرواز 19 به مریخ فرستاده شده است. این مقاله برای نخستین بار نشان داد که مردم از وقایع رخ داده در این منطقه را دنبال می کنند. در فوریه 1964 وینسنت گادیس در مجله اگزوا در مقاله‌ای به نام مثلث برمودا قاتل است درباره پرواز 19 و دیگر رخدادهای این منطقه نوشت. در سال بعد گادیس مقاله خود را تا جایی گسترش داد که تبدیل به یک کتاب شد. لورنس دیوید کوخ پژوهشگر دانشگاه ایالتی آریزونا و نویسنده کتاب راز مثلث برمودا در سال 1975 ادعا کرد راه حلی در این باره پیدا کرده است. او اظهار داشت که نوشته‌های گادیس و دیگر نویسندگان درباره این پدیده بیش از حد اغراق‌آمیز بوده است. دیوید کوخ با پژوهش‌های خود اشتباهات و تناقضات بسیاری بین حساب و اظهارات چارلز بریلزر و شاهدان عینی و بازماندگان کشف کرد که بسیاری از اطلاعات مربوط به
کشتی‌های بادبانی و ناپدید شدن آنها را کشف کرد. مجموعه پژوهش‌ها عبارتند از کشتی‌ها و هواپیماها که بزرگتر از بقیه بودند گرفتار طوفان گرمسیری شدند و تعدادی از آنها ناپدید شدند و چارلز بلیتز و نویسندگان دیگر یاد کردند طوفان در این حوادث را از یاد بردند. برخی از اطلاعات موجود در پژوهش‌های دیگر اغراق‌آمیز بود. به عنوان مثال کشتی ناپدید می‌شد و اما پرسش نامشخص اینجاست که چرا برخی از هواپیماها به سختی خود را به بندر رساندند و گرفتار مثلث برمودا نشدند؟ مثلث برمودا به عنوان یک افسانه شهری در نظر گرفته شده است. با توجه به غرق شدن کشتی نفتکش در سال 1972 قطعاتی از بقایای آن در خلیج مکزیک پیدا شد. محققان دریافتند که کاپیتان کشتی در دفتر کابین یک فنجان قهوه را به سختی در دستش فشرده و در همان حال جان داده است. موقعیت مثلث. نخستین مرزهای اعلام شده برای مثلث به مقاله‌ای که وینسنت گادیس در سال 1964 میلادی نوشته بود باز می‌گردد. در آن مقاله 3 رأس مثلث بر روی میامه فلوریدا، سان خوان پورتوریکو و بر روی جزیره برمودا در وسط اقیانوس اطلس می‌افتاد. اما نویسنده‌های بعدی این مرزبندی را نپذیرفتند و رأس‌های تازه‌ای را برای مثلث مشخص کردند که ناحیه‌ای به مساحت 1,300,000 کیلومتر مربع را در بر می‌گرفت. کم کم چنان شد که پذیرش هر رویداد درون مثلث به شخصی که گزارش آن را می‌نوشت بستگی پیدا کرده بود. انجمن نامه‌های جغرافیایی ایالات متحده چنین مثلثی را به رسمیت نمی‌شناسد و در نقشه‌های سازمان‌های دولتی آن را نمی‌آورد. نقشه جغرافیایی مثلث برمودا بر روی بخشی از اقیانوس اطلس در سواحل جنوب شرقی امریکا واقع است. رأس آن نزدیک برمودا و قسمت انحنای آن از سمت پایین فلوریدا گسترش یافته و از پورتوریکو گذشته به طرف جنوب و شرق منحرف شده و از میان دریای سارگاسو گذر کرده و دوباره به سوی برمودا بازگشته است. طول جغرافیایی در قسمت غرب مثلث برمودا 80 درجه است. این ناحیه یکی از پر رفت و آمدترین خطهای سفرهای دریایی است و روزانه کشتی‌هایی از اروپا، قاره امریکا و جزیره‌های کارائیب در آن منطقه رفت و آمد می‌کنند. کشتی‌های تفریحی از فلوریدا یا پروازهای تجاری و هواپیماهای شخصی به فراوانی از فلوریدا، کارائیب و امریکای جنوبی به این منطقه سفر می‌کنند. تا پیش از استفاده از GPS، قطب نما اصلی ترین وسیله ناوبری محسوب می‌شد و بدین ترتیب قطب نما یکی از دلایل یاد شده در حوادث مثلث برمودا معرفی شده است. بسیاری از فرضیه‌ها حامل این پیام بودند که ممکن است در این منطقه ناهنجاری‌های مغناطیسی غیرعادی وجود داشته باشد. هیچگاه نمی‌توان آنها را پیدا کرد. قطب نما میل مغناطیسی دارد و گاهی دچار اشتباه می‌شود. مثلث برمودا نیز دارای قطب مغناطیسی شمال است و دریانوردان این واقعیت را از قرن‌ها پیش متوجه شده بودند. برای مثال، دریانوردان ایالات متحده امریکا در سال 2000 بر روی خط ویسکانسین حرکت می‌کردند، ولی در نهایت به خلیج مکزیک رسیدند، در حالی که عموم مردم فکر می‌کنند که میل مغناطیسی قطب‌نما یک پدیده مرموز است. یکی دیگر از دلایل علمی این پدیده وجود گلف استریم در اعماق اقیانوس است که از خلیج مکزیک سرچشمه می‌گیرد و از راه تنگه فلوریدا به اقیانوس اطلس شمالی جریان پیدا می‌کند. در حقیقت یک رودخانه در اعماق این اقیانوس قرار دارد که می‌تواند چیزهای شناور را حمل کند. سرعت این جریان دریایی 2.5 متر در ثانیه هستش. یکی از مهمترین توضیحات در از دست دادن هواپیماها
و کشتی‌ها اشتباهات انسان است. در 1 ژانویه 1958 از روی لجبازی و سرسختی تاجر هاروی کاناور بادبان‌های کشتی از دست رفتند و کشتی گرفتار طوفان جنوب فلوریدا شد. یکی دیگر از دلایل علمی این پدیده رفتار خشونت‌آمیز آب و هواست. طوفان‌های قدرتمند که در آب‌های گرمسیری تشکیل می‌شوند، سبب جان باختن هزاران نفر و خسارت‌های میلیارد دلاری شده است. غرق شدن ناوگان فرانسیسکو د بادیلا در سال 1502 نخستین نمونه ثبت شده از این طوفان بوده است. این طوفان در گذشته سبب تعدادی از حوادث مربوط به مثلث برمودا بوده است. احتمال می رود که علت غرق شدن کشتی در شهر بالتیمور در 14 می 1986 هوای سرد و طوفان‌های قدرتمند بوده است. در این کشتی ناگهان باد شدید وزید و سرعت باد از 20 مایل در ساعت به 90 مایل در ساعت افزایش یافت. جیمز لوشین متخصص ماهواره مرکزی ملی طوفان اعلام کرد که شرایط آب و هوایی بسیار سرد و ناپایدار بوده و این ناپایداری به گونه‌ای سبب انفجار باد شده است. مشابه این رویداد در سال 2010 در کنکوردیا در سواحل آرژانتین رخ داد. یکی دیگر از دلایل علمی این پدیده وجود گاز متان، یک گاز طبیعی است. آزمایش‌های استرالیا ثابت کرده است که وجود حباب در آب سبب کاهش شگالی و در نتیجه فرو رفتن کشتی در اعماق آب می‌شود. لاشه‌های هواپیماها و کشتی‌ها توسط گلف استریم در آب پراکنده می‌شود. این فرضیه ارائه شده است که متان سبب گلفشان در مناطق آبی پر از کف می‌شود و کشتی‌ها قدرت شناوری کافی در آب را نخواهند داشت. این اتفاق بدون هشدار و بسیار سریع رخ می‌دهد. انتشارات سازمان زمین‌شناسی امریکا گفته است که متان در بسیاری از آب‌های جهان از جمله منطقه ریج-بلیک در ساحل جنوب شرقی ایالات متحده امریکا وجود دارد. با این حال این سازمان با انتشار مقاله‌ای بیان کرده که رویداد گاز متان در مثلث برمودا در 15,000 سال پیش رخ داده است. یکی دیگر از دلایل علمی این پدیده امواج سرکش است. در اقیانوس‌های مختلف و سراسر جهان امواج سرکش موجب غرق شدن کشتی‌ها شده است و سکوهای نفتی را سرنگون کرده است. این امواج تا سال 1995 به عنوان یک رمز و راز و یک اسطوره در نظر گرفته می‌شد. برخی از نویسندگان مثلث برمودا را پدیده‌ای فراتبیعی می‌دانند. یکی از نظریات رایج در این باره فرو رفتن قاره افسانه‌ای آتلانتیس در دریای یمنی واقع در جزیره یمنی است. به قلم افلاطون مردم آتلانتیس برای فتح آتن سپاهیان بیشماری فراهم کردند و زئوس بر آنها طوفانی نازل کرد که قابل تصور نبود. این ایده توسط استیون اسپیلبرگ با توجه به فیلم علمی تخیلی برخورد نزدیک از نوع سوم ارائه گردید و از داستان روبودن 19 انسان توسط بیگانگان و موجودات فضایی پیروی می کند. این داستان ادعا می کند که موجودات فضایی هواپیماها و کشتیها را می ربایند و به کرات خود می برند. یکی دیگر از نظریات رایج ورود به دنیای دیگر است. پاره‌ای دانشمندان ادعا می کنند که مثلث برمودا دریچه برای گشودن دنیای دیگر است و هواپیماها و کشتی‌های انسان‌ها وارد آن دنیا می‌شوند. چارلز بریس نویسنده کتاب‌های متعددی درباره پدیده‌های فراتبیعی این پدیده را نابودی انسان‌ها بدون هیچ توضیحی می‌داند. USS سایکلوپ در تاریخ 19 مارس 1918 ناوگان کشتی USS سایکلوپ پس از خروج از جزیره باربارادوس ناپدید شد. این رخداد منجر به از دست رفتن بزرگترین ناوگان تاریخ نیروی دریایی ایالات متحده و هر 309 قدمه کشتی شد.
اگرچه هیچ نظریه‌ای تایید شده برای این حادثه ارائه نشده، اما برخی علت این حادثه را طوفان و برخی فعالیت‌های دشمن در زمان جنگ جهانی اول دانستند. همراه با ناپدید شدن این کشتی، دو کشتی خواهر آن به نام‌های USS پروتئوس و USS نرئوس نیز در اقیانوس اطلس شمالی در زمان جنگ جهانی دوم ناپدید شدند. هر دو کشتی غیر نظامی بوده و وظیفهشان رساندن سنگ معدن فلز به سایکلوپ بود. در سال 1921 5 قایق بادبانی که 2 سال پیش در سال 1919 به اقیانوس اطلس رفته بوده و باز نگشته بودند در کارولینای شمالی پیدا شدند. در آن زمان شایعات زیادی به راه افتاد و احتمال قربانی شدن آنها توسط دزدان دریایی بر سر زبانها افتاد. احتمال می رود که این کشتی ها یکی از کشتی های SS هویت باشند که در همان زمان ناپدید شد. پرواز 19 یکی از پیچیده ترین حوادث مثلث برمودا بوده است. در این حادثه 5 فروند هواپیمای نظامی از نوع TBM ایفینگر 3 در تاریخ 5 دسامبر 1945 برای یک عملیات اکتشافی همزمان به سمت مثلث برمودا به پرواز درآمدند. ساعتی پس از پرواز صدفان یکم، چارلز تیلور با برج مراقبت تماس برقرار کرده و وضعیت خود را به طرز عجیبی تشریح کرد. پس از آنکه برج مراقبت توصیه کرد تا هواپیماها 180 درجه تغییر مسیر دهند تا در جهت فلوریدا قرار بگیرند، خلبان برای برج مراقبت توضیح داد که دستگاهی برای تشخیص درجه‌ها و جهت‌ها نداریم و آنها از کار افتادند. صدای خلبان ضعیف و ضعیفتر شد تا به کلی قطع شد و هواپیماها برای همیشه ناپدید شدند. لیست کاملی از حوادث و غرق شدن کشتی‌ها و گم شدن هواپیماها و ناپدید شدن اونها رو در یک جدولی لیست کرده که خیلی زیاده و من فکر نمی‌کنم که نیاز باشه همه اینها رو برای شما بخونم. مثلث برمودا به علت همه رخدادهای اسرارآمیز و ناخوشایند در اطراف این منطقه به عنوان مثلث شیطان نیز شناخته می‌شود. کریستوف کلمب اولین کسی بود که وقایع عجیب و غریب در این منطقه را ثبت کرد. یک شب او اعلام کرد که یک شعله بزرگ در دریا سقوط کرد، احتمالاً یک شهاب سنگ. کلمب همچنین نشانه‌های عجیبی در قطب دیده بود. این ممکن است به این دلیل باشد که مثلث برمودا یکی از معدود نقاط جهان می باشد که در آن شمال حقیقی و شمال مغناطیسی واقع شده است. گفته می شود که نمایشنامه طوفان شکسپیر احتمالاً بر اساس مثلث برمودا بوده و باعث افزایش اعتبار آن شده است. بعضی از خلبانان ادعا می کنند که در حالی که از روی مثلث برمودا پرواز می کنند زمان را از دست می دهند. این باعث شده است که برخی افراد در مورد پرش زمانی و سفر چند بعدی نظریه‌هایی ارائه کنند. مثلث برمودا تا سال 1918 ناشناخته بود. بعد از آن کشتی USS سایکلوپ با 300 نفر مسافر در آنجا غرق شدند. کشتی هیچ سیگنال خطری به کسی نفرستاد و هیچ وقت پیدا نشد. رئیس جمهور آن زمان امریکا به نام ویلسون گفته است تنها خدا و دریا می‌داند که چه اتفاقی برای آن کشتی بزرگ رخ داده است. در سال 1941 دو کشتی در همان نقطه ناپدید شدند. مثلث برمودا زمانی بدنام‌تر شد که 5 کشتی ناوی که 14 فرد را حمل می‌کردند به سمت سواحل فلوریدا در حرکت بودند. در آن زمان آنها مسیرشان را به خاطر اختلالاتی در قطب نما گم کردند و کم کم سوخت خود را از دست دادند. در سال 1964 وینسنت گادیس اصطلاح مثلث برمودا را در یک مقاله‌ای نوشت. از آن زمان به بعد نویسنده‌های علمی تخیلی به نوشتن در مورد موجات فضایی، زمین‌های گرانشی معکوس و حتی هیولاهای دریایی روی آوردند. با این حال دانشمندان اشاره کردند که تلاش برای پیدا کردن دلیل برای تمام خرابی‌ها و سقوط‌ها در مثلث برمودا مانند تلاش برای کشف علت تصادف تمام ماشین هاست. مثلث برمودا
بین برمودا، میامی و پورتوریکو قرار دارد. گزارش‌های زیادی مبنی بر کشتی‌هایی وجود دارد که در اطراف و در سواحل پیدا شدند. اکثر آنها قادر به شناسایی نبودند و سرنوشت مسافران و عواملش در یک راز باقی مانده. در سال 1945 یک تحقیق دریایی صورت گرفت و در آن یک هلیکوپتر نجات به مثلث برمودا فرستاده شد تا به دنبال افراد گم شده بگردد. این هلیکوپتر با 13 نفری که در آن بودند ناپدید شدند. بعد از یک تحقیق گسترده مسئولان گفتند که این کشتی به گونه‌ای محو شده که انگار به مریخ سفر کرده است. برخلاف همه اخبار بد، دانشمندان دریافتند که با توجه به طوفان‌های گرمسیری و آب و هوا، تعداد کشتی‌ها و هواپیماهایی که ناپدید شده است در واقع آنطور که به نظر می‌رسد به خاطر مثلث برمودا بوده از بین نرفتند. جالب است بدانید که علاوه بر دانشمندان، گارد ساحلی ایالات متحده نیز مثلث برمودا را از خطرناکتر از دیگر نقاط اقیانوس نمی‌داند. به احتمال زیاد حوادث ناشی از طوفان، صخره‌ها، جریان گلف استریم، یک جریان اقیانوسی گرم و قوی و سایر چالش‌های اقیانوسی بودند. یک نظریه طبیعی عجیب دیگری که منتشر شده این میباشد که دلیل غرق شدن کشتی‌ها حباب‌های متان هستند. به همین دلیل است که بسیاری از خرابه‌های کشتی یافت نشده. خنده‌دارترین توضیح این است که یک سفینه فضایی پایین آمده و کشتی‌ها را در زیر آب سوار می‌کند. یک توضیح علمی تخیلی مشهور این است که مثلث برمودا یکی از 12 منطقه عجیب است که در اطراف زمین در عرض جغرافیایی مشابه قرار گرفته. این مناطق سایت‌هایی هستند که در وقایع و ناپدید شدن‌های غیرقابل توضیح اتفاق می‌افتند. در سال 2013 صندوق جهانی طبیعت خطرناکترین مسیرهای حمل و نقل با کشتی را اعلام کرد که البته مثلث برمودا در بین آنها دیده نمی‌شد. دانشمندان بیشتری ادعا کردند که رمز و راز مثلث برمودا واقعاً مسائل برانگیختن احساسات است که توسط نویسندگان و رسانه‌ها منتشر شده که می‌خواهند پول بیشتری توسط این اسرار در بیاورند. روانشناسان معتقدند که ادامه پیدا کردن رازهایی در مورد مثلث برمودا به خاطر چیزی به نام سوگیری یا جهتگیری تاییدی است. ما انتظار داریم که کشتی‌ها غرق شوند و زمانی که یک کشتی واقعاً غرق می‌شود، به سرعت آن را به مسائل ماوراءالطبیعه و فراانسانی ربط می‌دهیم. اما بهتر است بپرسیم که هر سال چند کشتی و یا هواپیما ناپدید می‌شوند. به هر حال می شود گفت که برخلاف آمار و توضیحات علمی مربوطه، حدود 20 کشتی و 14 هواپیما هر سال در این نقطه از جهان یعنی مثلث برمودا ناپدید می شوند. خب دیگه اطلاعاتی که داشتم همینجا تموم شد. امیدوارم که از آنچه برای شما خوندم خوشتون اومده باشه. به دوستانتون هم معرفی کنید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.